You know, with the benefit of hindsight. این ویدیو با استفاده از یک سکانس انتخاب شده از فیلم سینمایی Avengers Age of Ultron به بررسی سری لغات و اصطلاحات انگلیسی میپردازیم. داستانش به این صورت خود دیگه Avengers دیگه همتون میدونید که یه سری ابرقهرمان و جنگجوان که دارن علیه دشمن میجنگن. سکانس‌های مختلفی دارن دارن با هم صحبت میکنن. ما یه قسمتش رو انتخاب کردیم و به بررسی اون میپردازیم. حالا بریم ببینیم با هم مثلا چی داره. Let's go. اینا مثلا توی پارتی هن و اینا سکانس های مختلف هستش که با هم دارن صحبت میکنن. حالا بریم با هم ببینیم چیا داره. Come back. But you know, the suit can take the weight, right? You know, the suit can take the weight, right? این سوت که اینجا میگه، سوت منظور اینجا کت شلوار نیست. سوت لباس مخصوص رزمشه. چون اینا توی Avengers مثلا هر کدوم اینا یه دونه لباس خاص دارن که با استفاده از اون مبارزه میکنن. حالا این شخصیتی که داره صحبت میکنه لباسش اینه. به این صورت، این شکلیه. میگه the suit can take the weight, right? لباسه میتونه وزن رو بلند کنه، ورداره یا تحمل کنه. یعنی چی؟ یعنی میتونه وزن رو بلند کنه. حالا داره در مورد چی صحبت میکنه؟ ادامهش میبینیم. weight یعنی وزن. The weight یعنی وزن. میگه the suit can take the weight, right? But you know, the suit can take the weight, right? So I take the tank, fly it right up to the general's palace, drop it at his feet. I'm like, boom, you looking for this? But you know, the suit can take the weight, right? So I take the tank. ببینید دقت کنید چجوری ت رو میگه. قشنگ اون صدای پاف هستش. میگه so I take the tank. میگه خب تانک رو بلند میکنم، ورش میدارم. So I take the tank, fly it right up to the general's palace. Fly it right up to the general's palace. یعنی پرواز اینجوری میبرمش، پرواز میکنم و تانک رو میبرم. Fly it right up to the general's palace. این right به چه معناست؟ این right به معنای چپ و راست نیست. این right اینجا واسه تاکید اومده. میگه مستقیم صاف میبرمش دم کاخ ژنرال. درسته؟ پلس یعنی کاخ، عمارت، کاخ. حالا این آپ برای چی اومده؟ تو فارسی خیلی زیاد اینو ما نداریم، اما تو انگلیسی هست. از نقطه شروع به سمت شما یعنی بالای نقشه حرکت میکنیم، از آپ استفاده میشه. Flight right up to the general's palace. میگه پروازش میدم، بلندش میکنم، تو حالت پرواز تانکر رو میبرم، مستقیم میبرمش دم خونه ژنرال، دم کاخ ژنرال. The general's palace. Palace یعنی کاخ. So I take the tank, fly it right up to the general's palace. Drop it at his feet. Drop it at his feet. Drop یعنی ول کردن، رها کردن، انداختن. میگه تانکر رو میندازم دم پاش. At his feet. دقت کنید چه شکلی میگه. میگه at his feet. صدا ه نمیشنویم تو his. میگه at his feet. At his feet. Drop it at his feet. Put it at his feet. Drop it at his feet. Drop it at his feet. حتی feet صدا تم تو feet نمیاد خیلی زیاد. میگه drop it at his feet. Drop it at his feet. Drop it at his feet. I'm like, boom. You looking for this? I'm like, boom, you looking for this? خب دقت کنید این like استفاده شده. میگه I'm like دقیقاً بین کوتیشن من قرار دادم، بین این نقل قوله، یعنی جمله رو دقیقاً نقل قول داره میکنه، یعنی دقیقاً همین جمله رو گفته. شما دقیقاً اون جمله‌ای که قبلا گفتید رو میخواید بگید، اما قبلش باید از این لایک استفاده کنید. میگه I'm like یعنی میگم، داره نقل میکنه داستان. میگم I'm like اینجوری گفتم. Boom, you looking for this? دنبال این میگردی. I'm like, boom, you looking for this? Boom. Are you looking? Why do I even talk to you guys? Everywhere else that story kills. That's the whole story? Yeah, it's a War Machine story. Boom. Are you looking? Why do I even talk to you guys? بعد اینو میگه، این دو نفر همینجوری مثل بز دارن نگاش میکنن، اصلا انگار نگرفتن داستان چیه. مثلا این یه جوک خنده داره، جوک خاصی نیست، این در واقع داره مسئله رو تعریف میکنه، یه خاطره میگه، یکی از ماموریتاشو داره میگه. بعد این دو نفر همینجوری دارن نگاش میکنن، این اوکی مثلا خب چه چیز خفنی داری میگی مگه؟ نگاه کنید. Boom. Are you looking? Why do I even talk to you guys? بعدش که کاملشون میگه boom. Are you looking for this? دقت کنید این قسمت کاملشون میگه، اما جمله رو دیگه تموم نمیکنه. چرا؟ چون وسطش میخواد بگه ای بابا من با چی اصلا دارم با شما صحبت میکنم. میگه why do you even talk to you guys? دقت کنید چه شکلی میگه. نمیگه why do I even. میگه why do you even talk to you guys. نگاه کنید. Why do I even talk to you guys? Why do I even talk to you guys? Why do you even talk to you guys? نگاه کنید نمیگه why do I even. Why do you even talk to you guys? دقت کنید do I even میشه do I even. Why do you even talk to you guys? و
دوباره talk اون پاف صدا هستش. talk to you guys. What even talk to you guys? What even talk to you guys? میگه اصلا من باز چی دارم با شما صحبت میکنم ها؟ Why do I even talk to you guys? Why do I even talk to you guys? Everywhere else that story kills. That's the whole story? Everywhere else that story kills. Everywhere else. دقت کنید اون هم یه جورایی به هم چسبیده میشه. میگه everywhere else یا where else. Everywhere else یعنی هر جای دیگه ای that story kills. این داستان میترکونه. این به این معنی نیستش که میکشه. میگه هر جای دیگه ای این داستان رو تعریف میکنن میترکونه. همه واکنش باحال از خودشون نشون میدن، میخندن، داد میزنن، یا چیزی نشون میدن. میگه everywhere else that story kills. میگه هر جای دیگه این داستانه میترکونه. بعد اینجا فلور میپرسه میگه that's the whole story. That's the whole story. whole یعنی complete. میتونیم بگیم that's the entire story. whole یعنی کل، تمام. میگه کل داستانه همین بود. این کل داستان بود. یعنی چیز جالبی توش اصلا پیدا نکرده. درسته؟ داره داستانو میشنوه ولی هیچ چیز باحالی ازش پیدا نکرده. واسش جالب نبود. میگه کل داستان همین بود. یعنی کلش همین بود. Why do I even talk to you guys? Everywhere else that story kills. That's the whole story? Yes, War Machine story. Yeah, it's a War Machine story. War Machine اسم لباس خاص این فرد. این شخصیت توی دنیای مارول لباسی که داره اسمش War Machine هستش. اینه تصویرش هم دارید الان میبینید. میگه یا it's a War Machine. میگه آره یه داستان War Machineه. Yes, War Machine story. Oh, this is very good then. بعد در پاسخ ثور میگه it is very good then. پس خیلی خوبه. ببینید تو جمله قبل ثور میگه کل داستان همینه، یعنی انگار چیز جالبی واسش نداشته. بعد یهو نظرش عوض میشه میگه oh it's very good then. دقت کنید جمله بعدیش هم ببینید چی میگه. Yes, War Machine story. Oh, this is very good then. That's impressive. That's impressive. میگه it's impressive. میگه پس خیلی باحاله، خیلی خفن بود، شگفت انگیزه، تحسین انگیزه. اما دقت کنید جمله قبلیش برگشته بود گفته بود کل داستان یعنی همین بود، یعنی چیز خاصی نداشت. که در پاسخ ببینید چی میشنوه. That's the whole story? Yes, War Machine story. Oh, this is very good then. That's impressive. Quality save. Quality save. Quality save یعنی چی؟ تو اصطلاح مرسومش به این صورتی که میگن that was a good save. یعنی گند زدی ولی خوب جمعش کردی. میگه تو جمله قبلی کلا داری میگی که داستان همینه، یعنی اصلا با داستان من حال نکردی، بعد الان داری میگی داستان من باحاله. اوکی خوب جمعش کردی. همچین چیزیه. تو فارسی مثلا ما میگیم گند زدی ولی باید حالا خوب جمعش کردی. تو انگلیسی هم به این صورته. وقتی مثلا یه نفر گند میزنه، یه چیزی میگه یا یه حرفی میزنه که نباید بزنه یا یه واکنشی یه جوری رفتار میکنه که نباید و بعدش سری جمعش میکنه، درستش میکنه، قضیه رو میگن that was a good save. یعنی خوب جمعش کردی. That's impressive. Quality save. So, no Pepper? She's not coming? بعد میگه no Pepper she's not coming. Pepper اسم مثلا پارتنر یا زن تونی استارک تو این فرد. میگه no Pepper she's not coming. میگه Pepper نیست. she's not coming نمیاد. دقت کنید coming ingش میافته. میگه she's not coming. یه بار دیگه ببینیم. No Pepper? She's not coming? No Pepper? She's not coming? She's not coming? What about Jane? Where are the ladies, gentlemen? What about Jane? Where are the ladies, gentlemen? دقت کنید میگه what about Jane? What about؟ نه میشه what about. What about Jane? یه بار دیگه ببینیم. What about Jane? What about Jane? What about Jane? Where are the ladies, gentlemen? Where are the ladies, gentlemen? Gentlemen نمیگه دیگه، میگه gentlemen. یا gentlemen. What about Jane? Where are the ladies, gentlemen? Oh, Miss. Where are the ladies, gentlemen? میگه جین چطور؟ خانوما کجان آقایون؟ جین کیه؟ جین مثلا پارتنر ثور هستش. این آقایی که اینجا میگه خانوما کجان آقایون؟ What about Jane? Where are the ladies, gentlemen? Oh, Miss Potts has a company to run. میگه Miss Potts has a company to run. میگه خانم پاتس یه کمپانی داره که ران کنه. یعنی چی ران کنه؟ A company to run یعنی a company to manage, to control. ران کردن یه کمپانی به انگلیسی ران یعنی manage، یعنی مدیریت کردن، کنترل کردن، در واقع مسئولیت یه چیزی رو، یه جایی رو داشتن، در واقع بگردونتش یا چرخش رو بچرخونه. Oh, Miss Potts has a company to run. Yes, I'm not even sure what country Jane's in. Yes, I'm not even sure. Yes, I'm not even sure. این تیکرم سری میگه، نمیگه I'm not even sure. میگه I'm not even sure. I'm not even sure. یه بار ببینیم. Yes, I'm not even sure what country Jane's in. Yes, I'm not even sure what country Jane's in. میگه هم حتی من نمیدونم یا مطمئن نیستم که جین تو کدوم کشوره. اینا دارن در مورد پارتنراشون صحبت میکنن. یعنی مثلا الان دقت کنید یه دونه تونی استارک میگه، یه دونه ثور میگه، یه دونه تونی استارک میگه، یه دونه ثور میگه. همینطوری دارن رقابت میکنن که بگن دوست دختر یا پارتنر کدومشون بهتره، یعنی زن کدومشون بهتره، خفن‌تره. اینم میگه آره حتی نمیدونم که جین اصلا تو کدوم کشوره. Yes, I'm not even sure what country Jane's in.
Her work on the convergence has made her the world's foremost astronomer. Her work on the convergence has made her the world's foremost astronomer. میگه her work on the convergence. میگه کارش her work on the convergence. دقت کنید یه کلمه خاصه. به خاطر همین با سی بزرگی نوشتمش. convergence تو داستان‌های مارول زمانی میشه که تمام 9 تا realm یعنی 9 تا سرزمین 9 تا دنیا اینجوری همشون توی یه دونه خط قرار میگیرن. این پدیده هر 5000 سال یه بار مثلا اتفاق میفته و میگه که کارش her work on the convergence باعث شده که تبدیل بشه has made her the world's foremost astronomer. تبدیل بشه به مهمترین اخترشناس یا ستاره شناس دنیا. Her work on the convergence has made her the world's foremost astronomer. foremost یعنی the most important یعنی مهمترین، خفنترین. میتونید بگید پیشرو، میتونیم اینجا بنویسیم leading یعنی پیشرو، اول، نخست، پیشرو، بهترین، ارشد. Her work on the convergence has made her the world's foremost astronomer. میگه her work on the convergence has made her the world's foremost astronomer. astronomer میشه ستاره شناس، منجم. And the company that Pepper runs is the largest tech conglomerate on earth. And the company that Pepper runs میگه and the company that Pepper runs میگه و کمپانی یا شرکتی که پپر در واقع زن خودشو داره میگه کمپانی که پپر مدیریت میکنه. دوباره اینجا runs میتونیم بگیم that Pepper manages یا میتونیم بگیم that Pepper controls. حرفه‌ای‌تر بخوام سطح بالاتر بگم میگم that Pepper is in charge of. and the company that Pepper runs is the largest tech conglomerate on earth. is the largest tech conglomerate on earth. conglomerate به کمپانی یا شرکتی میگن که خیلی بزرگه و یک عالمه کمپانی دیگه زیر مجموعه‌اش دارن واسش کار میکنن. is the largest tech conglomerate. تک بزرگترین تک کانگلامرات. تک میدونید میشه تکنولوژی، یعنی یه شرکتیه که تو حوزه تکنولوژی هزار تا شرکت دیگه واسش کار میکنن و بزرگترین تو دنیاست. And the company that Pepper runs is the largest tech conglomerate on earth. It's pretty exciting. And the company that Pepper runs is the largest tech conglomerate on earth. It's pretty exciting. اینو خیلی سریع میگه pretty exciting. این pretty که اینجا میگه pretty یعنی very یعنی خیلی. صدای ت نمیگه میگه pretty. And the company that Pepper runs is the largest tech conglomerate on earth. It's pretty exciting. It's pretty exciting. There's even talk of Jane getting a Nobel Prize. There's even talk of Jane getting a There was even talk of Jane getting a Nobel Prize. این قسمت There was even talk of Jane یعنی حتی یه صحبتایی هست انگار قراره یه صحبتایی هست که انگار قراره جین نوبل پرایز بگیره، یعنی جایزه نوبل بگیره. اینو اگه قرار باشه من یه جور دیگه بنویسم دقیقاً همین جمله رو میتونم بگم People are saying that Jane might even win a Nobel Prize. یعنی مردم دارن میگن، داره گفته میشه که صحبتش هست که There was even talk of Jane. People are talking about it nowadays. یعنی الان مردم دارن در موردش صحبت میکنن یا صحبتایی هست که یه دونه جایزه نوبل بگیره. There's even talk of Jane getting a حالا اینو میگه قیافه زنا رو دقت کنید چه جوریه. ببین این داره میگه دوست دختر من زن من بهتره، یکی هم داره میگه نه مثلا پارتنر من بهتره، باز میگه نه مال من بهتره، میگه مال من بهتره، دیگه داره میبرتش بالا، دیگه داره میترکونتش، دیگه آمپر چسبونده و قیافه زنا خیلی باحال اینجا. There's even talk of Jane getting a Nobel Prize. Yeah, they must be busy because they'd hate missing you guys get together. Yeah, they must be busy because they'd hate missing you guys get together. Yeah, they must be busy because they must be busy. must be میگه آره حتما بایدم خیلی سرشون شلوغ باشه. must be صدای ت میفته نمیگه must be، میگه must be. They must be busy. Yeah, they must be busy because they'd hate missing you guys get together. They'd hate missing you guys get together. میگه اینکه دلشون تنگ بشه واسه اینکه شما دوتا کنار هم باشید. Come on, they would hate it. یعنی متنفرن از اینکه دلشون تنگ بشه واسه شما دوتا. یعنی قطعا باید هم سرشون شلوغ باشه. یعنی نمیخوان مثلا زمانی که شما دوتا کنار هم هستید اینا باشن پیشتون، چون دارید همش با هم کل میندازید. یعنی حال نمیده، چیز باحالی نیست، قشنگ نیست کاری که دارید انجام میدید. حالا این date که اینجا نوشته یعنی چی؟ date یعنی they would. Yeah, they must be busy because they'd hate missing you guys get together. Testosterone. بعد تو سرفه میگه تستوسترون. این کاری که دارید انجام میدید کار مردونه‌ایه و خیلی دیگه زیادی بیش از اندازه مردونه است و این پر از تستوسترونه، یعنی هورمون تستوسترون. یعنی داره دیگه حالم به هم خورد، در واقع تیکشو انداخت و اینجا رد شد. Testosterone. Oh my goodness. Excuse me. Want a lozenge? میگه وان لازنج. این قرصایی هستن که میخورن تو دهن حل میشه واسه گلو درد. یکی از معنی‌های لازنج هم میشه پاستیل. Want a lozenge? But Jane's better. یعنی بازم دست نکشیده که بگه مثلا دوست دخترش بهتره، نه با جینز بره، ولی جین بهتره. But Jane's better. ممنون از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایکش کنید، نظرتون رو کامنت بذارید و به کانال یوتیوب من سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی منو بتونید تماشا کنید. تا ویدیو بعدی مخلصم. Thanks for watching everybody.